با سلام به محسن نامجو و با سلام به جمع شما که رشک مرا برانگیخته اید با این نشستن در حلقه موسیقی و موسیقی در علقه شعر و اون صدا که نخستین بار در سفر دومم به قونیه همین 2-3 سال پیش از راه دست پرمهری از پشت سر که ضبط صوتی را در روی گوشم گذاشت و صاحب دست که گفت راستی شما این صدا را تا حال شنیده اید و من دیدم کسی از ته دل هم دور به من و هم نزدیک به من به اعماق رگ و پی من با یکی از محبوب ترین شعرهای زندگیم گر تیغ بارد در کویم ماه گردن نهادیم الحکم لله و اون صدا همه چیز را فرو می‌ریزد. انگار می‌داند که من بارها در خلوت خود آن شعر را به تنهایی سر دادم به رغم نفرتم از صدای آوازم که گاهی در تنهایی سر می‌دهم و نفرتی نیز که از خود دارم که در تنهایی باز هم می‌خوانم و عیش کردم در راه قونیه و در سراسر راه گوش می‌کردم صدایی را که تکه تکه می‌شد و بعد خود را جمع می‌کرد و انگار از هر سو می‌آمد و آشنا بود و شتاب داشت و بیگانه بود و انگار می‌خواست مرا سوار نفس خود در میانه اصوات بلند کند و ببرد و حالا یکسر حسادتم که آنجا نیستم. مسئله این بود و هست برای من همیشه در هنر جدی مسئله این بود و هست که چطور میتوان قاعده بازی را به هم زد و بازی دیگری آورد که باید خلایق جمع شوند تا قاعده اش را به هم بزنند و گاهی چاره نیست. این قصه را پیرمرد 85 ساله‌ای برای من تعریف کرد که ما همه گمان می کردیم به کلی کر شده. آخرین بار که او را دیدم رو به دیوار روی فرش خوابیده بود. دختر خاله همسرم او را بلند کرد و گفت بلند شو دکتر آمده. او بلند شد و نشست و بلافاصله گفت و نوار را پیدا کن بگذار دکتر بشنود. دخترش نوار را گذاشت و ما همه شروع کردیم به گوش کردن به صدای ساز که همان تار بود. مبهوت ماندم که این کر که حرفهای مرا به زحمت میشنود چگونه ممکن است به این دقت به صدای ساز گوش کند. وقتی که ساز اوج گرفت و کمی پیش رفت به دخترش گفت همینجا نگهدار و بعد گفت در شهری در اطراف باکو کسی که این ساز از او ضبط شده همین دستگاه را میزد. بالای هره 4 بلبل نشسته بودند و در سکوت به صدای ساز انگار گوش میکردند. وقتی که نوازنده ساز درست به همین جا رسید که حالا شنیدید یکی از بلبل‌ها خودش را از اون بالا به ساز کوبید و مرد. قیامتی به پا شد. قبطه بردن تا حد مرگ بلبل به ساز را تا اون روز کسی نشنیده بود. اون 3 بلبل دیگر حول و ولا می کردن. جنازه بلبل را به کنار گذاشتن و ساز دوباره شروع شد. فکر کردند که قضیه به همین جا ختم شده است. وقتی که بلبلی دیگر از آن بالا خواست خودش را به ساز بکوبد ساززن ساز را رها کرد و بلبل را توی هوا قاپید. حیوان نفس میزد. ساززن سر و صورت بلبل را بوسید. وقتی که آن دوست قصه نویس من اون ضبط صوت را به گوش من نزدیک کرد من احساس آن بلبل را داشتم و میخواستم خودم را به سوی آن صدا به صورتی پرتاب کنم.
قاعده را تنها کسی میتواند به هم بزند که خود قاعده ای را صاحب بوده باشد، به او به ارث رسیده باشد، مثل آواز که میراث گلوی بلبل است و ناگهان قاعده به هم بخورد، چیزی آن سوی خود او، ناموس هنر خود او به وجود آید و احساس کند که باید سرش را از لذت یا از همهمه لذت به سنگ بکوبد. هنر فقط فنا نیست، فنای فناست و این را کسی داند که قاعده بازی را به هم زند و جمله ای صوتی بسازد، طولانی تر از هر جمله صوتی موسیقایی که در صداهای بسیار خوش و دلنشین شنیده شده و خوانده شده، اما تپش ایجاد کند با قطع کردن خود در وسط آن جمله و آن قطع کردن آنی نباشد که با مقیاسات عروض قراردادی و آواز قراردادی آمده است. مرکب خوانی این نیست که بحر رمل را 4 نفر بخوانند و 4 ساز همان را با متفرعات از پیش قرار گذاشته شده بزنند. شکستن استبداد وزنی و استبداد صوتی مبتنی بر وزنهای تک رکنی اگر در خود شعر فارسی سابقه نداشت، شعر فارسی در اوجهای خود قدم از ساده اندیشی بحور ساده به سوی تکامل بحور با ارکان مرکب نمی رفت و بعد از آنجا به سوی کوتاه و بلند کردن مصرعها به صورت وزن نیمایی نمی رفت و بعد مرکبهای مرکبتر با قطعات جان شکن شکسته در پشت سر نمی آمد. نگفتن یک چیز کافی است، نه گفتن یک چیز کافی است، نه نشان دادن اشیا کافی است. جهان مدام زوال می یابد و باز ساخته می شود و به شکل‌های دیگر هم ساخته می شود. یک عنصر بسیار مهم در موسیقی آوازی نامجو این است که او خود را متکی بر شعر سنتی نمی کند و یا سنت را یک پارچه کامل شده و پایان یافته نمی بیند. نه تنها به سوی شعر جدید بلکه به سوی شعر جدیدتر روی می آورد و به سوی جدیدترین شعر، یعنی آن چیزی که تا کاملا قطع نشده، تا هنجره کار و روستا و زحمت و تقلا را به نبرد پرصلابت صدایش پیوند نزده و از آن بالاتر همه را با هم نزده دست بر نمی دارد. او خوانده های دیگران را نمی خواند، نمی خواهد کمی بهتر از دیگری بخواند، نمی خواهد تکرار کند، حتی از اصل بهتر بخواند. او می خواهد زبان امروز را بخواند، شعر امروز را بخواند که هنوز خوانده نشده. او می خواهد خودش را بخواند که تعریف نشده، آنهایی را می خواند که در تحریرهای کهن نمی گنجند، بس که امروزی و جدیدند. این قرائت زبان جدیدی است که حاضر نیست به قواعد بازی کهنه تسلیم شود. شمس مولوی را دوشویه می خواند و رسما به او می گفت یا من یا او. کسانی که در این عصر زندگی می کنند اما در شعر و در خطاب و در موسیقی نان کهن را و کهنه را می خورند و ساز کهن و کهنه را می نوازند، نمی توانند آن باشند که نامجو هست. نامجو از زبان امروز می خواند. گذشته در شعر چراغ راه آینده نیست. گذشته چراغ راه گذشته بود. شعر و موسیقی تاریخ نیستند که با درک گذشته آیندهش بیاید.
شعر روایت را خواه تاریخ باشد و خواه خود روایت مدام قطع می کند و نفس نفس می زند. موسیقی در کنار اوست. نفس انسان اگر قوی‌تر از کل عروض جهان نبود، موسیقی جدید و قاعده جدید به وجود نمی آمد. انسان با نفس زنده است. شعر با نفس زنده است. کسی که سینه ندارد 1000 سال عروض بخواند باز شاعر نمی شود. عروض و غیر عروض موقعی اهمیت می یابند که نفس آنها را دگرگون کند، که زبان امروز آنها را دگرگون کند. از این نظر اگر موسیقی مبتنی بر عروض قدیم ما را معتاد به گذشته می کند، قرائت دیگری از عروض به صورت جدید ما را به سوی نو می برد. جلو چشم من در خانه‌اش آلن گینزبرگ درست در برابر باب دیلن ساز هندیش را میزد و شعر زوزه‌اش را میخواند. مسئله این است: گاهی آدم ناشی متبحرتر از آدم مقلد غیر ناشی است. کسی که زبان ندارد میفهمد که زبان لازم دارد. ما که بزرگ شده ایم و زبان داریم فکر میکنیم که زبان داریم. نه، تا بچه نشویم مجدداً، سجدداً و 4 جدداً دنیا را در هر شعر و در هر موسیقی کشف نمیتوانیم بکنیم. به همین دلیل کسی که به نامجو گوش میکند حالت خاصی پیدا میکند. موسیقی و شعر در حال تکوین است، در حال شدن است. موسیقی پس از پایان شعر شروع نشده. موسیقی روی شعر گذاشته نشده. 4 نفر ننشستند تا موسیقی را تصحیح کنند که مبادا یکی از ردیف خارج شود. در واقع نامجو ضد اساتید و ضد استاد میزند. استاد او انگار خلقت اوست. هر چیزی که میخواند از یک لعبت درخشان، از لعبت درخشان درون سرچشمه میگیرد. بازی تازه است. یکی ممکن است بگوید آواز را خراب کرده است. اگر آواز تنها با اعتیادات ذهنی من خوانده می شود، از بیخ و بن خراب است. سنت تکرار سنت نیست، انقلاب سنت است که هم سنت است هم انقلاب. و کسی که این ندارد هیچ ندارد و هیچ نداند. زبانه بکش دوست من، حنجرت را می بوسم.